به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. خداوند می فرماید: ماه رمضان که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. برادران و خواهران عزیز، خداوند ماه رمضان را از دیگر ماه‌ها با خصوصیت‌ها و فضیلت‌های بلند برتری بخشیده است. از جمله فضیلت‌ها و خصوصیت‌های ماه رمضان اینها می باشند: بوی دهان روزه‌دار در نزد خداوند از بوی میسک و عنبر هم خوشرویتر است. تمام ملائکه ها برای روزه‌دار طلب مغفرت گناه می کنند تا این که افطار کند. در ماه رمضان خداوند هر روز جنت را زینت می دهد و می گوید: نزدیک است که بندگان صالح من از مشکلات و اذیت‌ها خلاص می شوند و به سوی تو می آیند. در ماه رمضان شیطان‌ها با زنجیرها بسته می شوند. در ماه رمضان درهای جنت باز می گردد و درهای دوزخ بسته می شود. در ماه رمضان شب قدر است که از 1000 شب بهتر است. هر کی از خیر و ثوابش محروم گردد گویا که از تمام خیر و ثوابها محروم گشته است. در آخر شب ماه رمضان گناه روزه‌داران بخشیده می شود. خداوند بر خود عهد کرده است که چندین انسانها را از عذاب آتش دوزخ برهاند و این عمل خداوند در همه شبهای ماه رمضان انجام می یابد. پس ای برادری عزیزم و ای خواهری گرامی قدرم، ماهی را که چنین فضیلت ها و خصوصیت ها داشته باشد چگونه او را پیشواز گیریم؟ ماه شریف رمضان مبارک.